رحمت خاص برمیگرده به اینکه قابلیت ها رو ما چجوری هدایت کنیم تا مشمول رحمت خاص بشیم. رحمت خاص منوط به اینه که ما از رحمت عام درست استفاده کنیم. به دنبال چند جلسه‌ای که در بحث بهشت مانده ایم، آدم درست کار باید بره بهشت دیگه. خدا ارحم الراحمینه. حتما من حقیر از همم آسی‌تر و گناهکارتر و سیاه بخترم خداوند لطف میکنه. اینکه کلید بهشت رو به زبان آورد. ما شب‌های زیادیه که درباره حیات پس از این دنیا داریم صحبت میکنیم و حیات جاودان. و چند شبی هم هستش که چند جلسه هم هستش که تو بهشت موندیم و داریم بحثای بهشتی میکنیم. بابا عجب چتربازی هستین تو، یه جوری صحبت میکنی انگار تو شمال بهشت معاملات ملکی داری. ما داریم برای مقام عظمای ولایت دنبال یه زیرپله‌ای تو راهروی جهنم میگردیم، بعد اون وقت تو بهشت موندی، کنگر خوردی، لنگر انداختی، پشت سر آقای بهشتی هم صفحه میذاری. امشب با خودم فکر میکردم که تکلیف اونایی که بهشت نمیرن چیست؟ به هر حال اولا جا هست همه اگه قرار بشه بریم انشالله، یا مثل نماز جمعه هست. به این چیزها فکر نکن، پیر میشی. خون کثیف تو از اینی که هست کثیفتر نکن. مگه 30 سال پیش تو همین مملکت واسه ما جا بود، امام اومد جا باز شد. حالا هم با این تریپ غلط من و چشای ورقلمبیده احمد خاتمی معلومه خب تو بهشت رامون نمیدن، اما سر و صورت و ریش و نالو که تیغ بزنی، شلوار جینو که تیپ بزنی، خود دیگه بقیه‌شو چی تا تش برو. و بعد اینکه اونهایی که توفیق ورود پیدا نمی‌کنن یا لیاقت ورود پیدا نمی‌کنن تکلیفشون چی میشه؟ اونایی که توفیق ورود پیدا نمی‌کنن بازم باید به امام اقتدا کنن. امام هم توفیق ورود به بهشت رو پیدا نکرد، الان تو جهنم بیمارستان سوانح سوختگی زده، باید زرنگ باشه. خب عرض کردم که اون گروهی که قابلیت ورود به بهشت رو پیدا میکنن، حالا به هر معنیش که تو این شب‌ها ما یاد گرفتیم، غیر از اونها لزوما جهنمی اند و میرن که بسوزن یا و مجازات بشن، یا نه بینابین هم وجود داره، درجات دیگری هم وجود داره؟ نه آقا جون، بینابینی وجود نداره. خواصی واسه خودتی، باید بصیرت داشته باشی. با ولایت تا جهنم. تو جهنم هم بیکار نیستیم ها. صدور انقلاب به بهشت ادامه داره. سربازای گمنام امام هستن، کمربند انفجاری، قاطی حوری و قلمانا و باقی فتنه‌گرا. اون موقع بوم بالاخره یا میره این ور یا میره اون ور. بله ممکنه باشه این برزخ. اما قیامت چه؟ آخه میت مثل آب دهن مرده نگو میره این ور میره اون ور. یه سریش میره این ور، یه سریش میره اون ور. دیگه اون که وسط میمونه است قیامت میکنه. حالا فرض کنیم همین گروه خطایی هم در عین حال نکرده، مثل همین تنگ عزیز. کی تو این دنیا خطا نکرده؟ پس این همه پلیس راه انداختیم واسه چیه؟ تنگ منگ واسه من نکن تنگی. این تنگ خودش خطاکار اصلیه. از صبح تا حالا من تو نخ این ماهی ضد انقلابم همینجوری داره بد و بیرا به مقام عظما میگه و میگه. میگه مرگ بر عظما، مرگ بر عظما، مرگ بر عظما. همین تنگ نامرد فریب خورده هم بهش جا داده. الان کارش نداریم، ولی روز قیامت حالشو میگیریم. این کجاست؟ این روز قیامت کجاست؟ روز قیامت همینجا ته بوزرج و مهری بنداز، اونور گلوبندک ته اتوبان آهنگ دیگه، یه جای نداره که. عناد یعنی چی؟ عناد یعنی این که بیان تو خیابون بگن مرگ بر اصل ولایت فقیه. روایت هست که میگه العنادون یتجنبون فی جمیع الجهات، یعنی کسی اومد تو خیابون بجنبونش، چون اگه نجنبونیش اون تو رو میجنبونه. و شرک معنیش چیه؟ شرک یعنی این که برای مقام عظمای ولایت شریک قائل بشیم. نداریم این داستانو. روایت هست که میگه ولی فقیه با لباس سفید رفته تو بیت ولایت، با کفن سفیدم میاد بیرون. این که بخوای جور دیگه بیاریش بیرون، این دیگه شرکه. زیر سوال بردن این چی؟ سر این موضوع علما اختلاف نظر دارن. مقام عظمای ولایت معتقده که زیر سوال بردن یعنی سوالو بذاری خودت اینجوری بری زیرش.
آیت الله نوری همدانی میگه وای میستی زیر سوال، خودش میاد رود. احیانا اینجوری هم هستش که کسانی که بهشت میرن حضورشون در بهشت هم تاریخ داشته باشه، بعد مثلا تموم بشه برن جهنم. مرد حسابی مگه سینماست که 2 سانس بشینی بعد بلنشی بری؟ لنده هور گم شو، کاس کمچت رو جمع کن برو جهنم دیگه. با این برنامه دو پولید جان تو برو جهنم، یه بستنی فروشی هم بزن، 100 برابر این برنامه برات درآمد داره. اینم کارتو داری میکنی، جمع کن بابا. به دنبال چند جلسه‌ای که در بحث بهشت مانده ایم، آدم درست کار باید بره بهشت دیگه. خدا ارحم الراحمینه. حتما من حقیر از همم آسی‌تر و گناهکارتر و سیاه بخترم خداوند لطف میکنه. دیگه کلید بهشت رو به زبان آورد.